السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشاگران محترم، الله سبحانه و تعالی هر یک دین ما و شما رو نگهبان باشه. بسیار میدونید که ما طول 3 سال شد که اوید با داروهای گیاهی داریم. بسیار داروها ما ترکیه یعنی روان میکنن برادرها. امروز ما خودمان در شرکتی همین جا و مکانی که ما خریداری میکنیم اپتاوی و رازنیتسه در همین قرار داره. برای شما هم توصیه میکنم برای انسانانی که چی در آلمان هستند هم زبان تاجیکی، چی در فرانسه هستند، هر کجایی که هستند، چی در تاجیکستان هستند، چی در ازبکستان هستند، چی در قرقیزستان، چی در قزاقستان، اوید با کارهای دارویی طبیعی دارن. یعنی که داروهایی که در کار هستند و مثل داروهایی که یعنی پسری است برای انسانانی که هستند برای خونیکی، پروستاتیت، برای انسانانی که هستند مثل فوکوس یعنی ارگیویت داروی هستند که برای انسانانی قداشون پسند بلند باید میخواد، برای انسانانی که خراب هستند فربشیدن میخواد، برای انسانانی که کسل قند دارن، کسل پوست دارن، بسیار بیماریایی که دارن، رقم‌هایی که در اکران میبینید میتونید که ان شاء الله که مراجعت کنید. به تمام شهرها روان میکنن. در تاجیکستان باشین، در روسیه باشین، مسکو، پیترز، لوبا شهرهای روسیه یعنی روان میکنن. ببینید چه نوع داروها رو میبینید و ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. داروهایی که میبینید برای انسانانی که هستن یعنی در خون سرکولیت خون سیست تروم دارن، یعنی کانسرشون نمیرسه، برای همونها داروها وجود دارن. حتی برای انسانانی که هستن که پیس هستن، سری است میگن داخلمون همون داروها دارن و مثل یعنی دخوره میشه کش. اما شفا از جانب الله های، چون که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که لكل مرض فيه دواء و لكل دواء فيه شفا. یعنی در هر یک بیماری که هست در یک دوایی است و در هر یک دوا شفا است. ان شاء الله شفا از جانب الله و اینها میتواند که سبب شد. همچنان داروها هستند که برای انسانانی که اسید دارن، برای انسانانی که نیل دارن، برای انسانانی که دولین دارن، برای همونها چایهای گیاهی هستند. برای سردرد، برای میان درد، برای پا درد، برای انسانانی که هستن پاهاشون رگ میکشن، برای انسانانی که هستن پاهاشون خواب میبرن، برای همخوابگی، برای اوج مردینگی، برای انسانانی که هستن که کودکدار نمیشون یعنی حجرهاشون کم هستن از همون اوج مردینگی، برای همونها هم یعنی همین گونه داروها هستن. میتونید که ان شاء الله که زکات کنین، هم آفتم هم رازیستن. خالی چه بگو چه بودین باشین. بسیار ممنون، خیلی خوش اومد. مرسی از این تعریفی که کردین، همه چی رو گفتین قشنگ. ما به بیشتر کشورهایی که همسایه هستن و اروپا و آفریقای شرقی اینا همشون دارو روان میکنیم. حالا اگه میشد از برادران کسی چیزی نیاز داشتن ما حاضریم همکاری کنیم به امید خدا. ماشاءالله یعنی همه که هستن همش سرتیفیکیت میام، همش داکومنتالیان از جهت داکومنتا، از جهتی که بگیم توش فاند فریب داکومنتاسیونش همش خوبه و تمام شهرهایی که میبینیم با همه اینها همکاری میکنن و خواستن که با همراه برادران تاجیک و با همراه برادرانی که دور از تاجیکستان هستند مثل ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان، روسیه یا که ارمنیا و آذربایجان، هر کجایی که باشن ان شاء الله که میتونن که روان کنن با واسطه کارگروها. فقط رقم هایی که روی اکران میبینید میتونید که ان شاء الله که زنگ بزنید یا که در واتساپ نوشته کنید. خب باقی مانده در امان الله باشین، با دعا باشین. یک چیز دیگه اضافه کردیم. خیلی ممنون، سلامت باشین. ما یه شرکتی هست که 8 سال می‌ذاریم و به تمام کشورهای گفتیم روان می‌کنیم. خوشحال میشیم از همکاری کاری از دست ما برمیاد، در خدمت هستیم. خب دوستان عزیز با دعا باشین. نرخ‌های ان شاء الله که دسترس هستن، نرخ‌های خوب هستن. طول 8 سال شد که یعنی در خدمت برادرها هستن و ما را هم نیز ان شاء الله که در خدمت هستیم. 3 سال شد برادرها 8 سال شد. خب دوستان عزیز با دعا یعنی ویدیو رو با دیگران روان کنید تا اینکه ببینن و از داروهای گیاهی ان شاء الله که خبردار شون برای خود خریداری کنن. سلام علیکم. باید دم نشو میکنه با پایان ده. این مثلا معده درد خیلی معروفه، این همه میشناسن. برای معده؟ آره. برای متکا نداری؟ آره. متکا. اونا خیلی هم میگن پایینم بریم میگم